آیا با اشاره نماز را خواندن ممکن است؟ چون که من در کار یا در یگان جای دیگر یا در راه باشم یا در وقت نماز دیگر نزدیک باشد، من نماز را با اشاره میخوانم. التماس با این سوال های من جواب گردانید. با اشاره نماز خواندن فقط در حالت های می شود که آدم در قطاره در پای سوار باشد، در سمالیات سوار باشد، در اتوبوس های کلانی که اونها را امکانیت منع کردن نیست، خب یا در ماشین های حتی همین راه هم که سوار باشین و مقصد شما را همون راننده یا اطرافی ها سخن شما را گوش ناندازند و شما اهمیت ندهند، انا همون جای نشستگیتون به اشاره نماز خوانین درست است. لیکن در حالتی که اگر راننده سخن تو را قبول داشته باشد یا تو قوه از ماشین فرآمدن یا از همون اداره کار میکنی بیرون برآمدن علاجش باشد، تو را به اشاره نماز خواندن درست نیست. اگر خوانی هم نمازت نماز نیست.